فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته من المهاجرين والأنصار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت گذشته این برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی خدمت شما دوستان عزیز مقدمه در مورد معنای وضو و اینکه وضو چرا وضو گفته میشه و در مورد احادیثی که در بعضی از احادیثی که در فضیلت وضو آمده که وضو از جمله افعال است که خداوند توسط از او گناههای صغیره انسان را میبخشه و همچنین در مورد از که وضو از جمله خصایص این امت است یا نیست و چه وقت فرض شده و بعد از او خدمت شما حدیث حمران مولای عثمان را بیان کردم که حضرت عثمان عملی برای مردم وضوئی که از پیامبر صلی الله علیه و آله آموخته بودن برای مردم تعلیم دادن و در این قسمتی از برنامه ان شاء الله بعضی از احکام سنت های وضو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون را بیان کردن خدمت شما تقدیم میکنم. اولین حدیث از این احادیث در مورد از اینکه باید انسان در وضو با دست راست خود شروع کنه، چون شروع کردن با دست راست ده همه کارهایی که در او خیر و خوبی هست سنت است و از جمله او کارها وضو هم است که وضو باید از طرف راست شروع شود، یعنی باید اول دست راست شسته شود بعد از او دست چپ، اول پای راست شسته شود بعد از او پای چپ. در این مورد حدیثی از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا توضأتم فابدأوا بمیامینکم، و هنگامی که شما وضو میکنید باید با دستهای با راست خود شروع کنید، چه دست یا چه پای از جانب راست خود شروع کنید. راوی این حدیث حضرت ابو هریره است که قبلا هم چند بار ما ترجمه و بیوگرافی از خدمت شما تقدیم کردم که نامشان عبدالرحمن ابن صخر بود و زیادترین کسایی بود که از جمله صحابه زیادترین کسی بود که بیشترین و زیادترین حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده است. و این صحابی کرام این صحابی جلیل قدر میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا توضأتم فابدأوا بمیامینکم، وقتی که شما وضو کردید باید از جانب راست خود شروع کنید. و این حدیث را اصحاب سنن اربعه که امام ترمذی، سنن ترمذی، سنن نسائی و سنن ابن ماجه و سنن ابو داود است، این علمای کرام این حدیث را روایت کردند و همچنین ابن خزیمه در صحیح خود روایت میکند و حکم میکنه که این حدیث از جمله احادیث صحیحه است و این حدیث دلالت به این میکنه که انسان باید در وضو از جانب راست خود شروع کنه. وقتی که دست خود را میشویه باید اول دست راست خود را بشویه بعد از او دست چپ خود را. پای خود را وقتی میشویه وقتی اول باید پای راست خود را بشوید بعد از او پای چپ خود را. و این به اتفاق علما از جمله مستحبات و سنن وضو، نه فرض.
یعنی اگر انسانی اگر وقتی پای چپ خود را اول شست بعد از پای راست خود را وضوش صحیح است، لیکن از جمله سنتی است که باید انسان اول جهت جنبه راست خود را بشوید، بعد از او جنبه چپ خود را. ترتیب یعنی در بین اعضا سنت است، در بین هر عضو راست و چپ عضو. اما در موردی که ترتیب در بین خود اعضا فرض است یا واجب، در قسمت گذشته هم ما بیان کردیم که ترتیب را علمای احناف فرض نمیدانند و سنت میدانند و اگر ترتیب ساقط شود در وضو اشکالی نمیآید، اما علمای حنابلة و شوافیع فرض میدانند، چون در آیت میگن که واو عطف برای از که باید ترتیب مراعات شود و در آن بین اعضای وضو، ولذا شستن اعضا به ترتیب فرض است. اما در مورد یک عضو راست چپ گفتم که علما به اتفاق نظر دارند که سنت است و فرض نیست. و همچنین حدیث دیگری در این مورد از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است که ایشان فرمودند کان النبی صلی الله علیه و سلم یعجبه التیمم فی تنعله و ترجله و طهوره و فی شأنه کله. حضرت عایشه صدیقه ام المؤمنین ایشان هم از جمله 7 نفر صحابی هستند که بیشترین احادیث از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کردند، مکثرین حدیث میگن او را در اصطلاح علمای حدیث. ایشان فرمودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم کان یعجبه التیمم، که خوش داشتن که از جانب راست خود شروع کنند در چی فی تنعله، وقتی که پاپوش را میپوشیدن، وقتی که در پای خود چیزی را میپوشیدن، و فی ترجله و همچنین وقتی که سر خود را شانه میکردن، وقتی که سر خود را شانه میکردن از طرف راست شروع میکردن، و طهوره و همچنین وقتی که وضو میکردن، وقتی که وضو میکردن شروع به جنب راست خود میکردن، به اعضای راست خود شروع میکردن، و فی شأنه کله و در تمام امور خود. البته این مخصص است با احادیثی که بعضی از اعمال را استثناء میکنه، مثلا دخول حمام باید به طرف چپ شروع شود و همچنین وقتی از مسجد بیرون میشه در حدیث وارد است که باید با پای چپ بیرون شود. لیکن افعال بیشتری که دو حسن و خوبی است، افعال نیک است، افعال مستحسن است، پیغمبر صلی الله علیه و آله خوش داشتن که از جانب راست شروع کنن، چه وضو کردن باشه، چه پای پوشیدن باشه و چی داخل مسجد شدن بوده باشه و چی سر را شانه کردن بوده باشه و هر چی استحمام کردن باشه. این همه افعال را پیغمبر صلی الله علیه و آله از جانب راست خود شروع میکردن. و این حدیث دلالت به این میکنه که از طرف راست شروع کردن فرض یا واجب نیست، چون که حضرت عایشه میگه که کان یعجبه دلالت به این میکنه که فرض یا واجب نیست، یعنی پیامبر هم خوش داشتن که از طرف راست شروع کنن. و لذا امام نووی در شرح این حدیث در شرح مسلم میگه که قاعده الشرع المستمره البداءة بالیمین في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدها استحب التياسير. هر آنچه که در او تکریم و تزیین است و هر آن کاری که در او خوبی هست، او قاعده شرعی است که باید از طرف راست شروع شود، و هر آنچه که به ضد از اوست قاعده شرعی است که باید از طرف چپ شروع شود، مثل داخل شدن در حمام و مثل داخل شدن در مسجد از جمله افعال خوب است، وضو کردن افعال خوب است. هر آنچه که در او خوبی و حسن است در او باید از طرف راست شروع شود و هر آنچه که به ضد از اوست از طرف چپ شروع شود. این بود در مورد از که باید در وضو ما راستی را مراعات کنیم و گفتیم که از طرف راست شروع کردن سنت است. و از جمله سنت های وضو بینندگان گرامی زدن مسواک است، مسواک زدن یا استعمال مسواک در وقت وضو کردن است. در این مورد هم حدیث حضرت ابو هریره روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء. این حدیث را حضرت ابو هریره روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لولا ان اشق علی امتی، اگر بر امت من مشقت نمی بود، اگر من احساس مشقت را بر امت خود نمی کردم، لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، ما آنها را به استعمال مسواک در وقت هر وضو میکردم، یعنی هر وقتی که امر میکردم که هر وقتی که میخواستن وضو کنن باید
استعمال مسواک کنن، باید مسواک را استعمال کنن. و در روایت دیگه آمده لامرتهم بالسواک عند كل صلاه، ما در وقت هر نماز امر میکردم که اونا باید مسواک را استعمال میکردن. این حدیث را هم امام مسلم روایت میکند و همچنین ابو داود و همچنین امام مالک و احمد و نسائی و ابن خزیمه این حدیث را روایت میکند. و حدیث مسواک از اصحاب کرام زیادی روایت شده است. از ابن عمر روایت شده است، از ام المؤمنین عایشه روایت شده است، از ام المؤمنین ام حبیبه روایت شده است، و از حضرت جابر و از حضرت انس بن مالک و از ابن عباس و از حضرت امام علی رضی الله عنه. تمام این اصحاب کرام حدیث مسواک را با عبارت‌های مختلف روایت کردند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در استعمال مسواک در احادیث زیادی امت خود را تشویق کرده است. در بعضی روایت ها آمده که امام مسلم ابو داود روایت میکنه تسوکوا، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند تسوکوا فإن السواک مطهرة للفم، ای امت محمد، ای مسلمان ها، شما مسواک را استعمال کنین چون مسواک سبب پاکی دهانتان است. در روایت دیگر میگه که فإنه مطهرة للفم و مرضاة للرب، شما مسواک استعمال کنین چون مسواک دو فایده داره. فایده اولش است که دهان انسان را از بدبویی، از چرک و چتلی پاک میکنه، و فایده دومش است که الله متعال را از شما راضی میکنه. و همچنین احمد و ابن خزیمه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان السواک من سنن المسلمین، استعمال مسواک من سنن المرسلین، که استعمال مسواک از جمله سنت های پیغمبر هاست. یعنی به این معنی که خاص به این پیغمبر نیست و در امت های سابقه هم استعمال میکردن و پیغمبرهای سابقه هم از آنها این سنت به ما باقی مانده است. تقریبا علما احادیثی که در فضل سواک وارد شده، در فضل مسواک زدن وارد شده، تقریبا میگه بیشتر از 100 حدیث است که در کتب مختلفی احادیث موجود است. حدیث حضرت عایشه که خدمت شما تلاوت کردم، احکامی که از این حدیث ما استنباط میکنیم، اول هم است که ما این حکم استنباط میکنیم که مسواک زدن سنت است، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که لولا ان اشق علی امتی، اگر مشقت نمی بود ما آنها را امر میکردم. مشقت سبب شد که آنها را امر نکرد. عدم امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، امر نکردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم دلالت به این میکنه که این چیز سنت است و فرض واجب نیست. و امام نووی در شرح مسلم در شرح این حدیث میگه سنت السواک سنت باجماع من یعتد باجماعی، یعنی اجماع علما، کسایی که اجماع از اونها قابل قبول است، به این قائم شده که سواک سنت است، مسواک زدن در وقت وضو کردن سنت است. و مسواک زدن علما میگن که در هر حالت سنت است، لیکن در 5 حالت سری از او تأکید شده که باید در 5 حالت در احادیث مختلف آمده که در 5 حالت باید انسان مسلمان مسواک را استعمال کنه. اول در وقت وضو کردن، دوم در وقت استاد شدن برای نماز، سوم وقتی که انسان از خواب بیدار میشه، چهارم وقتی که انسان در دهانش یک تغییر میاد، یعنی دهانش بدبوی میشه با خوردن پیاز، با خوردن گندنه یا گیاهای بدبوی، یا با اثر زیاد سکوت کردن، گپ نزدن، دهانش بدبوی میشه. در اون صورت باید انسان مسواک استعمال کنه. و همچنین در وقت قرائت قرآن کریم هم از جمله وقت‌هایی است که استعمال مسواک سنت است، چون انسان وقتی که قرآن میخواد تلاوت کنه، وقتی که میخواد وضو بکنه، وقتی که میخواد نماز بگیره، این حالت‌هایی است که میخواد که به خود را به خدا نزدیک کنه. و وقتی که میخواد خود را به خدا نزدیک کنه، عبادت انجام بده، باید به بهترین حالت ایستاد شود پیش روی خداوند، که او باید به شکل ایستاد شود که دهان خود را از هر نوع بدبویی پاک کنه، با استعمال مسواک دهان خود را پاک کنه، بعد از او به نماز به خواندن قرآن کریم پاک شود. و همچنین تا که ملائکه هایی که در پهلوی از او هستند، او آنها از بدبوی دهن از او متاثر نشوند، آنها را از بدبوی دهن خود متنفر نسازه. و همچنین انسان هایی که در نماز در پهلوی از او ایستاده هستند، آنها را از بدبوی دهن خود متنفر نسازه. لذا در این حالتها پیغمبر صلی الله علیه و سلم استعمال مسواک را سنت گفتند. فقط در مورد نماز بعضی علما میگن که نه، در وقت استاد شدن نماز سنت نیست،
چون وقتی که انسان در نماز استاد میشه استعمال مسواک میکنه احتمال عزیز که دانش خون بیاید به وضو شود و احادیثی که در مورد نماز آمده میگن مراد از وضو هست. چون وقتی که شما نماز میخوانید قیام به نماز میکنید مسواک بزنید، به این معنی که وقتی که اراده قیام به نماز میکنید، وقتی که شما استعداد نماز را میگیرین، یعنی وقتی که وضو میکنین شما مسواک بزنید. لیکن عده از علما میگن که وقتی که انسان عادت داشته باشه دانش خون نمیه، لیکن لذا بهتر است که در وقت نماز استاشتن در نماز هم مسواک بزنه، یا اینکه اگر وضو بکنه در وضو مسواک بزنه، بعد از وضو مباشرتا در نماز استاد شوه مسواک اگر نزنه اشکال نداره. اما وقتی که مدت زیادی تیر شوه و احتمال ازی بوده باشه که دانش بدبوی شده باشه، لذا بهتر است که انسان وقتی که در نماز هم استاد میشه وضو مسواک را استعمال کنه. این بود دوستان عزیز احادیثی که در مورد مسواک وارد شده. یک میانه برنامه کوتاه میگیریم، دوباره خدمت شما دوستان عزیز هستیم با احادیث دیگری از احادیث احکام. با ما باشید ان شاء الله. يا لاهيا في دروب الحياة تسير الخطى في دجى الحيرة وتقضي الزمان بغير اعتبار رويدك أبصر من الغفلة ولا تاك يوما مع السادرين وتحيا بعيدا عن السنة ودع نزوة أو مكانا مريبا وحاذر أخي من الزلة فأنت الحري بحسن الفعال ونبل الخصال مع الصحبة تطيب الحياة بتقوى الإله. ابو امامه رضی الله عنه روایت می کند که جوانی خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسید و گفت ای رسول الله آیا اجازه می دهید زنا کنم؟ فریاد صحابه بلند شد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند او را رهایش کنید تا نزد من بیاید و او را کنار خود نشاندند و فرمودند آیا این کار را برای مادر خود میپسندی؟ جوان گفت یا رسول الله جانم به فدایت، نه نمیپسندم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مردم نیز این عمل را برای مادرانشان نمیپسندند. آیا این عمل را برای دختر خود میپسندی؟ جوان گفت یا رسول الله جانم به فدایت، نه نمیپسندم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مردم نیز این عمل را برای دخترانشان نمیپسندند. آیا این عمل را برای خواهرت میپسندی؟ جوان گفت یا رسول الله جانم به فدایت، نه نمیپسندم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مردم نیز این عمل را برای خواهرانشان نمیپسندند. جوان گفت یا رسول الله برایم دعا کنید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دستان مبارک خود را بر سینه آن جوان قرار دادند و فرمودند بارالها گناهانش را بیامرز و قلبش را پاک بگردان و شرمگاهش را حفظ کن. پس از این حادثه آن جوان به هیچ نامحرمی چشم نمی دوخت. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان عزیز در قسمت اولی برنامه
حدیثی که حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت کرده بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، و در روایت دیگه آمده که ولا امرتهم بالسواک عند كل صلاه. خدمت شما تقدیم کردم و جاهایی که دو استعمال مسواک سنت است بیان کردیم. میبونه موضوع ازی که اگر انسان مسواک را پیدا نکنه چی باید بکنه؟ علما میگن وقتی که انسان مسواک را پیدا نکرد یا مسواک نداشت، به جای مسواک باید اصبع یا انگشت خود را استعمال کنه. چون امام احمد روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه روایت شده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم انه تمضمض و ادخل اصبعه فی فیه. صحابی روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدیم که مزمزه کردن و مسواک موجود نبود، به جای مسواک انگشت خود را داخل دهان خود کردن و توسط انگشت خود دندانهای خود را شقیدن. و همچنین علما میگن که هر آن چیزی که مسواک اصلش از چوبی گرفته میشه، از درختی گرفته میشه به نام درخت عود، درخت عراق میبخشید، از درختی گرفته میشه به نام درخت عراق. لیکن هر آنچه که قائم مقام این درخت شوه و هر آنچه که به جای از این استعمال شوه در وقت وضو کردن استعمال از او جواز داره. مثلا اگر درخت عراق نبود، درخت دیگری از او مسواک جور شوه. و همچنین وقتی که مسواک موجود نبود میشه که توسط برس دندانها شسته شوه، و اگر او هم موجود نبود میشه توسط انگشتها دندانها شسته شوه. هر آنچه که سبب پاکی و طهارت دهن انسان میگرده باید انسان در وقت مزمزه او را استعمال کنه. اما در مورد ازی که آیا انسان در وقت وضو، در وقت روزه مسواک را استعمال بکنه یا نکنه، یعنی اینکه انسان وقتی که روزه دار باشه میشه که استعمال مسواک بکنه یا نکنه، جمهور علما و اکثریت علما رأیشان به میست که در وقت روزه هم استعمال مسواک سنت است و هیچ اشکالی نداره. چون حدیث امام احمد روایت میکنه که یکی از صحابه به نام ربیع حارث بن ربیع که میگه رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما لا اخفی انه یستاک و هو صائم. ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بارهای زیادی دیدم، یعنی وقتهای زیادی ما اون را دیدم که او مسواک را استعمال میکرد در حالی که او روزه‌دار بود. اما روایتی از امام شافعی روایت شده است که ایشان گفتند که انسان وقتی که روزه‌دار بود بعد از زوال آفتاب، بعد از پیشین تا وقت غروب آفتاب باید استعمال مسواک نکنه، به خاطر اینکه در حدیث آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. بدبویی دهن انسان روزه‌دار پیش خداوند ارزش و قیمتی از او بالاتر است از بوی مشک هم بالاتر است. لذا آنها گفتند که بویی که از دهن انسان میبراید در وقتی که معده انسان خالی باشه او بوی توسط مسواک دور میشه و دور کردن او بوی خوب نیست، یعنی بوی بودنش کار خوب است و هیچ چیز بوی از خالی معده است و تو مسواک استعمال بکنی، نکنی وقتی که معده خالی میشه یک نوع بوی از دهان تو بیرون میشه. این بود دوستان عزیز حدیثی که در مورد مسواک آمده و استعمال از او هم از جمله سنت های وضو است. حدیث دیگری علما ذکر میکنند در مورد مزمزه و استنشاق و تخلیل. مزمزه گفتیم که داخل کردن آب در دهان و استنشاق داخل کردن آب در بینی و تخلیل یعنی شقیدن بین پنجه ها، چه پنجه های دست باشه چه پنجه های پا باشه، و همچنین تخلیل لحیه یعنی شقیدن بین تارهای ریش. در این مورد حدیثی از صحابی به نام لقید بن صبره روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اسبغ الوضوء و خلل بین الاصابع و بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما. صحابی جلیل لقید بن صبره که با ابو رزین کنیت میشد و یکی از جمله صحابه کرام بود و از کسانی بودند که در طائف زندگی کردند بعد وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم و در آنجا وفات کردند. این صحابی کرام، این صحابی جلیل قدر روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اسبغ الوضوء،
وضوء خود را تکمیل بکن، به طور کامل و به طور مکمل انجام بده. و خلل بین الاصابع، و در بین انگشتان خود تخلیل کن. تخلیل گفته میشه تدلیک، یعنی شقیدن دستها، داخل کردن پنجه ها یک دست در بین پنجه های دست دیگر و حرکت دادن و یا شقیدن آنها. و همچنین داخل کردن یک از پنجه های دست در داخل هر یک از پنجه های پا و شقیدن آن به توسط انگشت دست تا که آب در مابین پنجه های پا داخل شود و بین پنجه های پا خشک نماند. و بالغ فی الاستنشاق، وقتی که استنشاق میکنی در او مبالغه کن، یعنی آب را خوب بالا کش کن در بنی خود. الا ان تكون صائما، مگر وقتی که روزه بوده باشی. وقتی که روزه بوده باشی، چون خوفی از است که آب در شکم تو بره، لذا زیاد کش نکن، آب را کم کش کن در بنی خود. این حدیث را هم اصحاب سنن اربعه که سنن ابن ماجه و سنن ترمذی و سنن نسائی و سنن ابو داود روایت میکنن و همچنین ابن خزیمه هم روایت میکنه و میگه که سند حدیث صحیح است. و همچنین ابن حجر در فتح الباری و امام نووی در شرح صحیح مسلم میگن که علما به این اجماع دارن که سند این حدیث سند صحیح است. و در مورد مزمزه هم ابو داود روایتی داره که میگه اذا توضأت فمضمض، وقتی که وضو میکنی تو باید مزمزه را انجام بدی. به هر صورت این حدیث دلالت کننده این است که انسان باید وضو را به طور کامل و مکمل انجام بده، هیچ عضوی از اعضای از او نمانه و هیچ عضوی از اعضای از او خشک نمانه. و گفتم قبلا هم گفتم که شستن هر عضو به طور یک بار، عضو چهارگانه واجب است اما دیگر اعضا سنت است، لیکن سه بار استعمال آب در هر عضو سنت و مندوب و مستحب است. اگر انسانی شک کنه در این که عضو خود را یک بار شسته یا 3 بار شسته یا 4 بار شسته، علما میگن که باید به اقل عمل کنه، یعنی اگر در بین 2 3 شک کنه 2 اعتبار بده و یک بار دیگه بشویه. لیکن بعضی علما میگن که خاطری که مرتکب بدعت نشه، چون بیشتر از 3 بار بدعت است، لذا اگر شک کنه باید 3 بار اعتبار بده که 3 بار شسته و بعد از او وضوء خود را تکمیل، یعنی فکر کنه که وضوعش تکمیل شده است. و همچنین از جمله احکامی که از این حدیث ما استنباط میکنیم این است که انسان باید در مابین پنجه های خود تخلیل کنه و تخلیل از جمله سنت های وضو است و تخلیل شامل پنجه های دست هم میشه و شامل پنجه های پا هم میشه. و طریقه استعمال تخلیل در پنجه های دست این است که انسان پنجه های دست چپ خود را داخل پنجه های راست خود میکنه و کش میکنه و همچنین پنجه های راست خود را داخل پنجه های چپ خود کرده کش میکنه. و اما تخلیل پنجه های پای به شکل عزیز که علما میگن که باید توسط خنصر، یعنی انگشت ریزه و کوچک خود، انگشت خنصر یعنی ریزه و کوچک خود را داخل پنجه های پای خود داخل هر یک داخل کرده و او را تکان بده و او را چیز کنه تا که آب به طور کامل و مکمل داخل پنجه های از او برسه. و همچنین درباره اینکه که ریش، انسان وقتی که ریش انبوه و زخم داشته باشه، ریش زیاد داشته باشه، باید آن را هم تخلیل انجام بده، چون در این باره هم حدیثی از حضرت عثمان روایت شده. امام ترمذی روایت میکنه که حضرت عثمان رضی الله عنه فرمودن ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یخلل لحیته فی الوضوء، پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وقتی که وضو میکردن ریش خود را تخلیل میکردن. و تخلیل ریش در وقتی است که ریش انسان به شکل بوده باشه که شستن از او مشقت و مشکل بوده باشه، چون زخم بوده باشه، داخل کردن آب در داخلش مشکل بوده باشه، لذا در اون صورت تخلیل میشه. اما وقتی که ریش انسان کم بوده باشه یا نازک تار نازک بوده باشه، به شکل بوده باشه که شستن از او امکان داشته باشه، با در اون صورت شسته میشه. و همچنین حدیث دلالت به این میکنه که استنشاق سنت است و همچنین مبالغه در استنشاق، یعنی کش کردن آب به طرف دماغ سنت است، لیکن در وقتی که انسان روزه‌دار نباشه. اما وقتی که روزه‌دار بوده باشه، به خاطر اینکه آب در شکمش نروه
باید زیاد کش نکنه و همچنین در وقت مزمزه وقتی غرغره میکنه باید آب را در وقتی روزه داشته باشه زیاد مبالغه نکنه تا که آب در شکمش نروه. اما در غیر روزه سنت و مستحب است که انسان باید مبالغه کنه در وقت استنشاق و در وقت مزمزه. و همچنین اختلافی که در این باره علما داشتن در قسمتی گذشته از برنامه براتون بیان کردم که اکثر علما به این هستند که مزمزه و استنشاق مستحب و سنت است، لیکن بعضی علما رأیشان است که مزمزه و استنشاق واجب است، چون در روایت آمده اذا توضأت فمضمض و همچنین فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم مداومت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این دلالت میکنه که این واجب است، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم همیشه به این کار مداومت میکردن و به خلاف از این حدیث روایت نشده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گاهی نکرده باشند بلکه همیشه این کار انجام دادن. لیکن علمای احناف و جمهور علما وقتی که قول به سنیتی از این دارن میگن که سنت است، واجب نیست، به خاطر اینکه در آیه وضو آیه 6 سوره مائده که 4 اعضا را ذکر میکنه، در جمله 4 اعضا مزمزه و استنشاق را ذکر نمیکنه، لذا میگن که سنت است. و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به اعرابی صفت وضو را تعلیم میداد برای از او 4 عضو را ذکر کرد که در آیه مبارکه ذکر شده است و در او مزمزه و استنشاق را در تعلیم اعرابی یاد نداد، گفت بلکه 4 اعضا را برش یاد داد. در آخر برش گفت که هذا صفت الوضوء الذي لا تجزئ الصلاة الا به، این همون وضوئی است که بدون ازی الله متعال وضوی تو را قبول نمیکنه، یعنی بدون شستن این 4 اعضا دیگر وضوی تو را، اگر یکی از این 4 اعضا را تو نشستی خداوند وضوی تو را قبول نمیکنه و در نتیجه نماز تو هم قبول نمیشه. در او حدیث هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اعرابی مزمزه و استنشاق را تعلیم نداده، لذا مزمزه و استنشاق از جمله سنت های وضو است به قول احناف و اکثر علما، نه از جمله واجبات و فرائض وضو. و ان شاء الله احادیث دیگری که در مورد دیگه احکام وضو و بعد از اون نواقض وضو ان شاء الله خدمت شما در قسمت های آینده برنامه تقدیم میکنم و در اینجا ما و شما خداحافظی میکنیم و تا قسمت آینده برنامه الله متعال یار و نگهبانتان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.